اگه یه روز توی اصفهان آروم از وسط میدون نقش جهان رد شدی، احتمالاً یه لحظه ایستادی. نگاهت گیر کرده به بنایی که از دل تاریخ بیرون اومده. آروم، ساکت، اما عجیب زنده. سلام، اینجا پژواک، روایتی از تاریخ و هنر. چیزهایی که هنوز بعد از قرنها توی سکوت حرف میزنن. امروز قراره با هم بریم سراغ یکی از شگفت‌انگیزترین بناهای ایران، مسجد شیخ لطف‌الله. اما نه به شکل درس تاریخ، نه، مثل یک تجربه، مثل ایستادن زیر گنبدی که انگار زمان رو متوقف کرده. مسجد شیخ لطف‌الله در دوران صفویه ساخته شد. زمانی که اصفهان فقط یک شهر نبود، یک رویا بود. دورانی که شاه عباس اول تصمیم داشت شهری بسازه که زیباییش با جهان رقابت کنه و در دل میدان نقش جهان بناهایی شکل گرفتن که هنوز هم نفس آدم رو میگیرن. اما این مسجد با بقیه فرق داشت. نه مناره‌ای داشت که از دور فریاد بزنه اینجام، نه حیاط بزرگی که شلوغی رو در خودش جا بده. انگار از همون اول قرار نبود برای هیاهو ساخته بشه. قرار بود برای نگاه کردن، برای فهمیدن. وقتی به ورودی مسجد که نزدیک میشی، مسیر مستقیم نیست. راهرویی هست که یه پیچ کوتاهی داره، آروم و کم کم تو رو از شلوغی میدان جدا میکنه تا جایی که وارد دنیای دیگه ای میشی. و اینجاست میفهمی معماری فقط ساختن نیست، هدایت کردنه. هدایت نگاه، بدن و حتی ذهن. حالا چشماتو ببند، تصور کن زیر گنبد ایستادی. سرت رو بالا بگیر. یک دفعه همه چی تغییر میکنه. نقش ها، رنگ ها، خطوط اونقدر دقیق کنار هم نشستن که انگار هیچ بی‌نظمی در جهان وجود نداره. و اگه دقیق تر نگاه کنی، در مرکز گنبد شکلی دیده میشه که خیلی اون رو به طاووس تشبیه کردن. جالبتر از این که نور در بعضی از ساعات روز طوری روی نقش میفته که انگار طاووس زنده است. انگار که نور نفس کشیده باشه. اما یه نکته مهم اینجاست. هیچکس با قطعیت نمیگه معمار حتما قصد داشته که طاووس بسازه. شاید این فقط یکی از رازهایی باشه که هنر خودش به مرور زمان خلق کرده. یه چیزی بین واقعیت و خیال. و شاید همین راز زیبایی این مسجده. هرچی بیشتر نگاهش میکنی کمتر تموم میشه و هرچی بیشتر ساکت میشی اون بیشتر حرف میزنه. این قطعاً یک بنا نیست، یه لحظه است که در تاریخ جاودانه شده، یک سکوت که هنوز ادامه داره. این پژواک بود، صدای تاریخ، هنر، انسان. نگاهتون به هنر همیشه بیدار باشه. تا بعد.